سلام دوستان عزیز. امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و سر حال باشید. این ویدیویی که قراره ببینید قبل از جنگ ضبط شده، ولی به دلیل قطعی اینترنت نتوانستیم آن را آپلود کنیم و در این صورت آن را در صورت وصل شدن اینترنت در یوتیوب آپلود میکنیم و بریم سراغ ویدیو. دوستان سلام، در ویدیو جدید از ما خوش آمدین. در ویدیو جدید از ما هر جا که هستین خوب و سر حال باشین و ما امروز پنجشنبه ما میخوایم بریم حرم حضرت معصومه. هر کی که میگه حضرت معصومه نمیدونم کی میگه. خب بیبی معصومه دیگه، هر کی بیبی معصومه میگه. ما اونجا بودیم، خیلی وقت دیگه نرفتیم. امروز روز پنجشنبه و ما میخوایم بریم حرم حضرت معصومه. با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره ها. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز. خب همونطور که خاطره گفت دیگه ما میخوایم بریم حرم حضرت معصومه در قم. خب دیگه اگه تنیستیم حتما از داخل حرم ملدشون ویدیو میگیریم اگه تنیستیم البته. و ما امروز قراره بریم اونجا. اگه ویدیوهای قبلی از ما ندیدید حتما برید ببینید با ما همراه باشید. با ما همراه. و اگه تنیستیم برای شما از خوب جای حرم حتما میدیم. دیگه دوستان ما الان در میدان مطهری، یک نزدیکترین میدان در حرم دیگه، فکر کنم نزدیکتره. و این میدان مطهریه و این برج ساعت قم. اکثرا وقتی که در قم ده اکثرا ایر دیده دیگه، یا بهتر بگیم همین که این گلایی که در کم کم داره رشد میره دیگه، چون که داره بهار میشه. این طرف هم یک دریاچه که نیه، یک حوضه که خشکه فعلا. اینم نمای خود میدان مطهری و اطرافش پر از گله و اون طرف که بریم میشه حرم، میتونی در حرم برسی. آره دیگه همینقدر میتونیم توضیح بدیم. این طرف و این طرف یک حوض خشکه و آره دیگه. و در وسط میدان مطهری یک شکل دایره‌ای، یک گرده گرفته این آر ساخته دیگه. تا همینقدر میتونیم توضیح بدیم، بیشتر از این دیگه چیزی به ذهنم نمیاد که درباره اینجا توضیح بدیم. پس دیگه ما بریم نزدیکتر به حرم نزدیکتر میشیم و بازم کلشون ویدیو میگیریم. نزدیکای حرم نمیدونم چند دانه در داره که دقیق خبر ندارم، ولی خیلی زیاده. خیلی زیاد نیست ولی زیاد است دیگه. اطراف همین جایه و هم که چادر سفید داره خاطره میخواه از او تلاشی رچنه تا به حرم برسه. خاطره میخوای بره در حرم دیگه. یه خاطره گربه دیده و میخوای بره سراغ از او که نمیتونه بره. خواهیم از داخل حرم هم اگه شد بلدشون ویدیو میلیم. همین دیگه تمام. خب دیگه دوستان ما الان از تلاشی گذشتیم و میخوایم بریم داخل حیات حرم که برسیم به خود حرم. ولی از این مسیری که ما میدیم باید از حیات مسجد اعظم که اگه آماده باشید قم 100% یک بار دیدیدش، شاید خودی داخل مسجد اعظم نرفته باشید ولی این حیاتشون بلدهتون آشناه، شاید آماده باشید. دیگه هم خاطره ما الان داخل حیات مسجد اعظمیم
و میخوای بری سمت حیات حرم. خب دیگه یک چند قدمی با حیات حرم فاصله نداره و داریم میرسیم. ما رسیدیم به حیات حرم و این قسمت هم که میتونید ازش و چی میخواستم بگم، از این نمیتونید برید در بخش آقایان حرم. میامدش یک قسمت آقایان حیات حرم. و اینجا دیگه حیات اصلی و بزرگ حرمه، این حیات اصلیش. و دیگه الان خاطره میخوای باز داخل حرم. البته ما اینجا فیلم بردار نیستم، ما صرفا دارم صدا خودمون میندازم روی ویدیو و خاطره قدم زمنم داریم میرسیم توی حرم. خب دیگه ما از زیارت آمدیم بیرون و داخل حیات حرمیم و همونطور که دیدید برای یکی دو ثانیه هم خاطره داشت نماز میخوند و اینم که دیگه آره دیگه اینم حیات حرمه و درهایی که درهایی که درهای ورودی و خروجی حرم. و خاطره که داره نماز میخونه 100 بار کلا به خاطره، 1000 بار کلا به خاطره نمازشون مونه. آره دیگه میخوای نماز و ما داریم دیگه از حرم میایم بیرون و زیارت تمام شد، خاطر نماز بخوان و ما باید بریم بیرون دیگه کار اضافی که نداریم برای نماز مربوط دیگه نمیتونیم. خب دیگه ما از حرم آمدیم بیرون و در حال خروجیم و اینم خاطره رو به حرم. خب دیگه و ما میریم بیرون از محوطه حرم. اینجا میدان آستانه. وقتی که از حرم بیرون میای اینجا یه سری بازاره که حتما دیدید دیگه اگه آمده باشید. خیلی آشنا که نیه دیگه، 100% آشناه دیگه. اینجا میدان آستانه که یه سری بازار و پاساژ و اینا هست، خیلی هم بزرگه، جای واقعا بزرگیه. ما از حرم آمدیم، از زیارت حرم برگشتیم و میخوایم که کم کم دیگه باشون خداحافظی کنیم و بریم در خانه. هم دیگه میدونم که میبینید که هوای تغییر نکرده و وقتی که ویدیو گرفتیم که میخواستیم بریم در پیش حرم در حرم، ولی آره ما رفتیم داخل حرم و آمدیم.
الان اینجا جایی که نمیدونم نامش چیه. توضیحات کافی رو درباره اینجا درش دیدم و بیشتر از دیگه توضیح به ذهنم نمیرسه. دیگه نمیدونم که چی توضیح از اینجا به شما بدیم و آره دیگه. دوستان ما رفتیم زیارت کردیم، برای شما هم دعا کردیم. انشالله شما هم بتونین باین به لازم دعا کنین. خداحافظ تا ویدیوی بعدی. یا علی. دیگه ما کم کم از حیات حرم ویدیو گرفتیم، از داخل حرم هم اجازه نمیداد. از داخل حرم اجازه نمیداد. خب ما کم کم از حیات حرم ویدیو گرفتیم و امیدواریم که شما خوشتون بیاد. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.